گزارش‌ها حاکی از آن است که وسعت آتش‌سوزی در جنگل‌های ساحل غربی آمریکا در تاریخ این کشور بی‌سابقه است. آتش گسترده در ایالت‌های کالیفرنیا، اورگان و واشنگتن از 3 هفته قبل آغاز شده و ناحیه‌ای به وسعت بیش از 1,800,000 هکتار را طعمه خود کرده است. در این آتش‌سوزی‌ها خانه‌های زیادی تخریب شده و ده‌ها هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند. تاکنون دست کم 35 نفر در این آتش‌سوزی‌ها جان خود را از دست داده‌اند. در کالیفرنیا 24 نفر، در اورگان 10 نفر و در واشنگتن هم یک کودک قربانی شعله‌های آتش شده‌اند. همچنین تنها در ایالت اورگان صدها نفر مفقود شده‌اند. کاهش نسبی دمای هوا و افزایش رطوبت در روز شنبه باعث شد آتش‌نشانان در مهار حریق پیشرفت بهتری داشته باشند، اما احتمال وزش بادهای شدید در روزهای آینده می‌تواند آتش‌نشانان را با مشکل مواجه کند. همکنون در مناطق درگیر آتش‌سوزی هشدار پرچم قرمز اعلام شده. این هشدار نشان دهنده احتمال بروز شرایطی است که می‌تواند منجر به شکل گرفتن آتش‌های عظیم شود. دود ناشی از آتش‌سوزی باعث شده شهر پورتلند در ایالت اورگان به آلوده ترین شهر جهان از نظر کیفیت هوا تبدیل شود. کیفیت هوای شهرهای سیاتل و سان فرانسیسکو نیز افت شدیدی پیدا کرده است. در کالیفرنیا نزدیک به 1 ماه است که آتش‌نشانان در تلاشند تا چندین آتش‌سوزی بزرگ در سراسر این ایالت را مهار کنند. طبق آمار بیش از 1,300,000 هکتار از اراضی این ایالت در سال جاری میلادی طعمه آتش شده است. برای مهار 29 آتش‌سوزی عظیم در کالیفرنیا همکنون بیش از 16,750 آتش‌نشان در حال مبارزه با شعله‌ها هستند. مقام‌های ایالت‌ها و شهرهای درگیر دلیل شدت گرفتن آتش‌سوزی در سال جاری میلادی را بروز تغییرات اقلیمی می‌دانند.